صبح 7 اکتبر سال 2023 ساعت 2:00 دقیقه در مسجد سرخ شهر کونیا بودم در شمال تاجیکستان مراسم نماز جنازه پیلوت تاجیک ارتش روسیه خوشبخت ترسونوف دایر شد. بعد نماز جنازه خوشبخت ترسونوف را در آرامگاه محلی قزاقان به خاک سپردند. خوشبخت ترسونوف ماه آگوست در اوکراین کشته شد. قبل از مراسم دفن روز 6 اکتبر در شهر اکاترینبورگ روسیه مراسم وداع با خوشبخت ترسونوف برگزار شد. در آن مراسم به پسر 8 ساله پیلوت کشته شده اردن موژستو یا مردانگی سپرده شد. خوشبخت ترسونوف را بعد مرگش به این اردن قدردانی کردند. هرچند بسیاری ها نوشتند که پیلوت تاجیک سزاوار عنوان قهرمان روسیه بود. در مراسم وداع در اکاترینبورگ فرزانه همسر خوشبخت ترسونوف گفت: شوهر من یک آدم مهربان و خاکسار بود. کار خود را از روی وجدان انجام میداد. اهل عائله‌اش به خصوص پسرش را خیلی دوست می داشت. خداوند آخرتش را آباد گرداند. من شخصا ماکسیم کوزمینوف را نمیشناسم، ولی اگر ماکسیم این کار را کرده باشد من امیدوارم که او را میابند و میکشند. بگذار او هم در زندگیش عذاب بکشد، مثل عذابی که ما برای او شده کشیده ایستاده ایم. در تاجیکستان از خویشاوندان خوشبخت یک خواهرش باقی مانده است و هم پدر سالخورده اش که مریض بستری است. مادر او 2 سال قبل وفات کرده بود. طوری قبلا خبر دادیم 9 آگوست سال 2023 فرمانده چرخبال حربی می 8 ماکسیم کوزمینوف که خوشبخت ترسونوف و نیکیتا کریانوف زیر دست او خدمت می کردند چرخ بالش را از ولایت کورسک روسیه به اوکراین برده به مقامات آن کشور تسلیم شد. کوزمینوف برای این کار از آن طرف $5,000,000 جایزه گرفته است. او گفته بود که اعضای اکیپاژ از نقشه او خبر نداشتند و از تسلیم شدن سرکشی کردند و شاید آنها را از بین برده باشند. سردار اداره جاسوسی حربی اوکراین کریل بودانوف بعداً تصدیق کرد که 2 دیگر چرخبال ربوده شده مقاومت نشان دادند و کشته شدند. از خوشبخت ترسونوف یک پسر باقی ماند که همگی 8 سال دارد و مادرش به او گفته است که پدرش قهرمانانه هلاک شد، اما پسرش به مرگ خوشبخت تا حال باور نمی کند.